همین شب و روز همین زنان که واحدی خوب نیستن. دوستان و همکاران از عبیدالله رجب هجونیگار شناخته تاجیک یاد کردند. اگر زنده می بود 82 ساله می شد. یاد عبیدالله عزیز، عبیدالله که برای همه مهمان عزیز بود، استاد عزیز بود، در دل و در دیده ها ابدی خواهد ماند. یادش بخیر. تشکر. آسمان فرشته ها رو نمیبینم، اما که تولید روشن میشود، صبر کن روشن میشود. عبیدالله رجب هنرمند کینو و تئاتر از خود دهها فیلم و صحنه‌های دیدنی باقی مانده است. او را بیشتر با صحنه‌های هجویش می‌شناسند. گمان میکنم و باور دارم که نقشایی که در زمان شوروی استاد در سینمای تاجیک اجرا کرده بودند و در دوره استقلال اونها به جاودانگی پیوستند و جاودانه هستند و میمونند. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجب بود. سالهای اخیر رهبر تئاتر آینه بود و مثل پیش فعال نبود. شاگردانش میگویند کاری او را ادامه خواهند داد. اون چیزی که استاد نقشه های زیاد داشتند ولی ما نرسیدیم به اون نقشه ها، شهزاد ما رو به همون نقشه ها به همون کارها تیار کرده است. پسری عبیدالله رجبوف نیز هنرمند است. تلاش دارد راهی پدرش را ادامه دهد. و فکر میکنم که روی پدر حاضر همینجا است و از بودن شما روی پدر شاد شد. صحنه های هجوی عبیدالله رجب هنوز تماشابین دارند. او را هنرمند مردمی می نامند. استاد وقتی بودن من فقط یک سخن گفتم که استاد سخنهای شما ای کودک سر کرده تا آدمی کلانسال راست میبینه. همه ده قابل قبول. شما گفتم در حیاتی ما یک خطا کردیم. گفت چیکار کردم؟ شما گفتم وقتی رفتیم فکری مرا نکردین که ما هم صحبت من نمیابم. همیشه صحبت ها بودن. قطعی استاد بسیار یاد میکنم استاده. دوستشون میدارم. عبیدالله رجب تابستان سال 2021 درگذشت. سبب مرگ او را برخی بیماری همگیری کووید 19 دانستند.